در صحبت تلفنی با سوریه، جلدوز دولاتجانووا سعی دارد خواهر دوگانیکش کندوز را برای بازگشت به قرقیزستان وادار نماید. بیش از 1 سال می شود که کندوز پسر خردش را کنار گذاشته به سوریه سفر کرد. ظاهراً این ابتدای یک تحول دینی است. کندوز از نام قرقیزیش دست کشیده با حجاب سیاه در سر خود را امینه می نامد. وقتی ما می خواهیم به طور جدی درباره بازگشتش صحبت کنیم، او موضوع را تغییر داده درباره دین و مذهب و آیات‌های قرآن حرف می زند. نزدیکان کندوز یگان شرح نگرفتند که او در سوریه چیکار می کند. عکس می‌فرستد و میگوید که پول بسیار دارد. سعی می‌کند ما را هم به سفر سوریه تشویق کند. و غیر از کندوز هم مردم زیاده و حتی یک اولاد کامل دهات آرامی گرد و اطراف ایسیخکول را ترک نموده به سوریه جنگ زده رفتند. جانیبای تونالیف میگوید همسرش چینار از پس برادرش جالداش به سوریه رفته تربیه فرزندان و نبیره ها را بر دوش او گذاشته است. از اول برادرش به سوریه گریخت. او زنی حامله و 4 فرزندش را هم با خود برد. سپس یک خواهرش 6 فرزندش را به شوهر واگذار نموده به آنجا فرار کرد. همسر من هم از پس آنها رفت. من به آنجا نرفتم و به فرزندانم هم اجازت ندادم. اصلا از این اولاد 28 نفر به سوریه رفتند. تینالیف میگوید نمیداند که همسرش در آنجا چی یافته است. من نمیدانم که او در آنجا چی یافته است. خوب، مرا بعد 30 سال زندگی مشترک پرتافت رفت، ولی فرزندان و نبیره ها را چی؟ حاضر ما نمیدانیم که او در کجاست و چی را از سر میگذراند. ماه‌های گذشته منصبداران قرقیز اطلاع دادند که صدها شهروند این کشور به سوریه رفته به گروه جنگجوی دولت اسلامی پیوستند. اکثر ساکنان یک دهه کنار ایسیخکول میگویند درباره پیوستن نزدیکانشان به گروه دولت اسلامی خبری ندارند. مثل آن مقامات هم شرحی واضح نمیدهند. این عائله با پول خودش به سوریه سفر کرده است. آنها چاروای خواجگیشان را فروختند. مردم اساساً با سبب‌های دینی می روند. نفر زیادی از همین دهه به سوریه رفته است و ساکنان باقی مانده میخواهند دانند که چرا نزدیکانشان آنها را ترک کردند.